خب این ماشین رو ما قبلا تستش کردیم و الان میخوایم ببینیم که آیا اگر با 24 ساعت ما با این رانندگی کنیم و تو شرایط متفاوت، یعنی دمای 45 درجه 50 درجه جنوب کشورمون که خیلی هوای گرمی داره و هوای کویری که بالاخره طوفان و شن و ماسه و خیلی چالش های دیگه ای که این ماشین باش مواجه میشه، آیا واقعا این ماشین دووم میاره، واقعا باش میشه رفتی همچین مسافتایی یا نه؟ با ما همراه باشید تا ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ما تصمیم گرفتیم بریم به سمت کیش، یه مسیری هولوش 1600 کیلومتره که در کمترین حالتش میشه نزدیک 17 ساعت رانندگی و قرار این 17 ساعت رو یه باره بریم و حداقل توقفمون شاید برای یه بنزین و غذا و چیزای معمولی باشه. خب ما از تهران به سمت بندرعباس حرکت کردیم و فکر میکنم هولوش ساعت 2 صبح رسیدیم بندرعباس که اونجا یه شب خوابیدیم و بعد صبح حرکت کردیم به سمت بندر آفتاب، ولی متاسفانه تو راه متوجه شدیم که وسط بندرعباس داریم فن عوض میکنیم. فن سالم و موتورش خراب بود. گفتم بگم 50 درجه است. تو خود فرانسه اینو پیدا نمی‌کنیم. من تو تبوکس شارژی هم داریم ولی T10 نداشتیم. یه موتورفن خریدیم اونجا عوض کردیم و راه افتادیم به سمت بندر آفتاب. متاسفانه بندر آفتاب که رسیدیم به ما گفتن لندیگراف ندارن و ما باید تا فردا صبح صبر کنیم چون اولین لندیگرافتشون ساعت 7 صبح. ولی خب از اونجایی که من اطلاع داشتم یه بندر دیگه لندیگراف داره به سمت کیش، به سمت بندر چاره. هوا 40 درجه است. یاوی هم خوبه.